مرسی هیکلی با چاقو وارد مجلسی شد و گفت بین شما مسلمانی هست؟ همه با ترس به هم نگاه کردند و سکوت حکم فرما شد. بالاخره پیرمردی گفت آری من. مرسی هیکل او رو با خودش برد. وقتی از مجلس دور شدند به پیرمرد گفت میخواهد گله گوسفندی را قربانی کند و بین فقرا پخش کند. به کمک نیاز دارد. مشغول کار شدند. پس از مدتی پیرمرد خسته شد و گفت برگرد به مجلس و شخص دیگر را به کمک به من بیاور. مرسی هیکل با چاقوی خونالود بازگشت و پرسید آیا مسلمان دیگری در بین شما هست؟ افراد حاضر که گمان می‌کردند پیرمرد به قد رسیده نگاهشان به آخوند پیشنماز که در مجلس بود دوختند. پیشنماز رو به جمعیت کرد و گفت چرا نگاه میکنید؟ به عیسی مسیح قسم با چند رکعت نماز خوندن کسی مسلمان نمیشه. معلومه که منظورت مقام عزباست که از یه طرف آدماشو میرفسته هارت و پورت بکنن که کدوم ساز و کار نیستیم اهلش اینا، از اون طرف کوتاه میاد چجور خودش به صادق ریزه میگه تصمیم کن بره. اما خب من حوصله درگیری ندارم. با تشکر از بی‌حوصلگیتون آقای دکتر. بحث سازوکار اروپا باید خیلی مهم باشه که عظما رو به این دودوزه بازی مجبور میکنه آقای دکتر. نه دودوزه بازی بیخدارتر از این حرف هست. ربطی فقط به این نداره، دعوام مال جای دیگه است. ما که نه از SPV خیر دیدیم نه از اینستک، ولی شر دعواش بهمون رسیده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن بله میفهمودن که دو تا مشنگ تصادف کردن، تو تصادف هیچ کدومشون چیزیش نشد ولی پیاده شدن همدیگه رو عین سگ زدن، دوتایشون کارشون کشید به بستنی تو اورژانس. آقای دکتر سازوکار قبلی چی شد که رفتیم تو سازوکار جدید؟ این سازوکار جدید خفت باره، چه فرقی با قبلی ها داره؟ هیچی، تازه بدتر هم هست. ولی باید عضبا همینم که دم دسته بگیره صداش هم در نیاد، مقایسه هم نکنه که کدوم بهتر بود، همشون عین همه. به طرف گفتن گوشت خر نخور خنگ میشی. گفت چرا؟ گفتن خب خر خنگ دیگه. طرف هم گفتش که نکه گوسفند هر سال تو المپیاد ریاضی مدال طلا میگیره. خلاصش باید رو هوا همینو زد. همین اسم شبیه باید زنگ بزنیم اتحادیه اروپا، همه رو از خواب بیدار کنیم بگیم پذیرفتیم بابا پذیرفتیم. آقای دکتر این چه حرفیه؟ کسی ندونه؟ شما که میدونین این همون نفت در برابر غذاست آقای دکتر. همینم باید از خدات باشه، باید بپذیریم ولی خب با جفت کشیده صورته رو سرخ نگه داریم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه تو خیابون ول میچرخید واسه خودش. مرسی هیکله اومد بهش گفت چیکار میکنی تو محل ما؟ گفت دارم چراغای خیابونا رو میشمرم. مرسی هیکله گفت خب اینجا هر کی چراغ بشمره باید پول بده. چراغی 2 تومن، چند تا شمردی تا حالا؟ مشنگه گفت 20 تا. 40 تومن داد تا مرسی هیکله رفت. بعدش مشنگه زد زیر خنده خوشحال. گفتن چی شده؟ گفت کلا گذاشتم سرش تا زانو، 40 تا شمرده بودم، بهش گفتم 20 تا. روشن شد یا بفرستمت دنبال شمردن چراغ؟ رفتیم با خفت و خاری پذیرفتیم که فقط چیزایی رو که تحریم نیست برامون بخرن. یعنی همه جست گرفتیم که آخرش این فضاحت از توش در بیاد آقای دکتر. بله همینی که هست. مغازه نرفتی که بگی اینو دوست ندارم اون یکی رو بهم بدین، که از اولش هم چوب همینو خوردیم که هی فکر میکردیم بعدی ممکنه کمتر آبروریزی داشته باشه. یه بار با خفت و خاری FATF و CFT و هرچی ملحقات داره رو قبول میکردیم بهتر بود تا اینکه 10 دفعه با خفت و خاری قبول کنیم، هر دفعه هم از دفعه پیشی بدتر بشه. طمع کردیم که شاید یه چیزی گیر بیاریم کمتر آبروریزی داشته باشه. رسیدیم به اینجا. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که طرف تو بیمارستان بستری بود، 15 نفر اهل محل خواستن برن عیادتش، مینیبوس دربست گرفتن، کلی چونه، سر نفری 5 تومن معامله جوش خورد با راننده. اما راننده اومد زرنگی کنه، گفت صبر کنه اون یه نفر دیگه هم بیاد صندلی‌ها تکمیل بشه بعد حرکت کنی. گفتن نه بابا هیچکی نمونده که بخواد بیاد، حرکت کن برو. راننده این پا اون پا الان حرکت میکنم و اینا، یهو دیدی که از دور داره بدو بدو میاد، خوشحال گفت اون یه نفرم که میخواستیم جور شد.
گفتن ما اینو میشناسیم، این نحسه، اگه با همون بیاد نحسیش میگیرتمون ها، یه بلایی سرمون میاد. راننده گفت من این چیزا رو باور ندارم، مهم اینه که 16 تا صندلی تکمیل بشه و 5 تومن گیرم بیاد. خلاصه وایسادن تا طرف رسید، در رو که باز کرد براش که سوار شه، طرف کله رو کرد تو، گفت پیاده شین، مریض مرخص شده، نمیخواد بریم بیمارستان. روشن شد یا چی بذارم که تو بری دنبال اتوبوس بذاری. دکتر حالا که وضعیت اینقدر ضایع است، اقلا جلو مصاحبه کردن این مشنگه رو بگیریم از اون ساله احمق که فقط برای اسرار نظام و لو تا اون سلامی گیج که از رو هم براش مینویسم بدم بخونه باز دوباره خراب میکنه. تا اون محمد رضا نقدی خروس بیمحل که شورش نمیرسه وقت هارت و پوست الان نیست. خلاصه ما بدبختا وسط یه مش مشنگ میخوایم استراتژی پیش ببریم، هر کدومشون یه بدبختی کامل حساب میشن که باید از شرش خلاص شد. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که به طرف گفتن اگه یه گرگ خطرناک به این 3 تا رفیق مشنگت حمله کنه، تو فقط به یکی بتونی کمک کنی، چه کار میکنی؟ گفت معلومه به گرگه کمک میکنم. ولی خونه تو کثیف نکن، اینا ریخت و پاشا و خورده ریزای بحث هستن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن طرف رفت بنز بخره، برگشت دیدن 2 تا ژیان هم کنارش آورده. گفتن ژیانا چی هن؟ گفت هیچی، طرف بونگایه پول خورد نداشت، باقیشو ژیان داشت. آقای دکتر همینجا میخوام از خورده ریزا بگذرم و یه درد دلی بکنم. تو این هیروبری با این مشکلاتی که نظام داره، مقام عظما حرف نمیزنه. تازه وقتی سر قبر امام میره یه حرف تقریبا کشکی میزنه که چرا قبره رو یکسان سازی کردین. شما چه دفاعی از ایشون میکنی؟ من هیچ دفاعی ندارم در برابر حمله ناجوان مردانه که تو بهش کردی. چه کار کنه بدبخت بیچاره؟ حرف نمیزنه میگی چرا ساکته، حرف میزنه میگی چرا کشک میگه. خب مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه میدونست که بقیه منتظرن این فوش بده، بگن که با فوش دادن شعور تو رسوندی. یه مدتی فوش نداد، بعد یکی برگشت بهش گفت فکر نکن با فوش ندادن میتونی بیشعوری تو قایم کنی. دکتر من 2 کلمه حرف حسابی با شما دارم. شما داری از مقام عظما دفاع میکنی یا به من میگی ناجوان مرد؟ ناکس تو رفتی آخه اون بدبخت بیچاره سر قبر امام که حرف میزنه چی بگه؟ خب در یک سانسازی قبرها حرف نداره بزنه، بیا سر اف